الحمید. پس آمدم یقینا یک کاغذ گرفتم، او را خط کشی کردم و قات کردم. بعد از او رفتم واقعا نماز خواندم، یک دو رکعت نفل دعا کردم که یا الله همشیره مرا شفا بده. و وقتی والده سوال کرد که تعویض آوردی؟ من گفتم آوردم. گفت نه دخترکم جور شده. نمیفهمیدیم. الله سر ما رحم کرده. یقینا شکر این نعمت بزرگ کشیده نمیتونیم که ما با قرآن آشنا شدیم و از این عقاید گنده و از این عقاید مزخرف ما نجات پیدا کردیم. یقینا این بسیار یک نعمت بزرگ الله تبارک و تعالی است. آل ایمان باید این نعمت حتما شکرگزاریش بکشیم. دیگه اینمی جنیات تابع اینمی مردم میشه. بخیر در سوره انعام اونجا بر ما و شما مکملی موضوع بیان میشه که جنیات چی میکنه و چه قسم فایده از انسان ها میگیره و انسان ها از جنیات میگیره. امروز که جای جادوگر هم میبینی، تعویض نویس هم میبینی، بدون جنیات قدم خود مانده نمیتونه. ولی وقتی جنیات خدمت از یار میکنه که یا قرآن در گندگی پرته نعوذ بالله، یا سری قرآن پای بمانه، یا قرآن در نجاست نوشته کنه نعوذ بالله، یا به بت سجده کنه، یا در تعویضای خود حتما کلمات شرکی را نوشته کنه. دیگر راه ندارن، چرا که باز کمک قطشان نمیکنه. امروز مسلمانای بیچاره ما در بدر خاک بسر است. مسلمان ها را خود چی میکنی که در پیش همین مسلمان نمیره؟ این دوها نشسته است ولی دختر جوان و بچه جوان مسلمان در پیش این دو رفته طالع خود سعی میکنه از او تعویض میگیره که کارم گشایش پیدا کنه، بخت و میلا شوه. ای مسلمان، تو به تقدیر عقیده نداری؟ آیا این دو بختی تو را باز کرده میتونه؟ شما در کابل خوب ببینین، امیالی بره، امیال این دو نشسته است، امی مسلمان افغانستان برش زانو زده. او در حالی که در حدیث صحیح میاد پیغمبر علیه الصلاة و السلام میفرما کسی که در پیش کاهن و ساحر و عراف بیاید، امیا کلش یک معنا و مفهوم داره و هیچ تصدیقش نکنه گپایش، تنها بیاید در پیشش، تا 40 روز الله نماز اینمی انسان قبول نمیکنه. او مؤمن، اگر تا 40 روز الله نماز تا قبول نمیکنه دیگه چی برات ماند؟ حالان که 40 روز نماز اگر کسی تکبیرالله را گیر کنه با جماعت نماز بخونه، دو نامه برای از این نوشته میکنه. یکی براءت یعنی خلاصی از نفاق و یکی خلاصی از آتش جهنم. 40 روز مسلسل با جماعت نماز خواندن انسان در این سرحد میرسانه. لیکن اگر تو رفتی در پیش اینمی تعویضگرا، اینمی جادوگرا، تا 40 روزه نمازت الله قبول نمیکنه. دیگه از این کد از جانی سخت نیست. اگر تصدیق کردی که او گفت که مالت فلانی دزدی کرده یا جادو سرت شده، تو گفتی که بله سرم شده، باز گفت که بچه کاکایت کرده، همیشه کی را نشان میده براتون؟ وقتی که تو یک کمی چی داشته باشی برات میگه دختر از کدام خاندان گرفته، دختر کدام رفیق نداشت یا خواستگار نداشت، امو سرت کرده. خیلی گپ پرالاسته. مردم همونطور میگه، یا کاکا را بچای کاکا را برات معرفی میکنه او تو فکر میکنی که اینمو گپ است. اگر تصدیق کردی کفر ورزیدی به این قرآن کریمی که سری محمد رسول الله نازل شده. چرا که قرآن میگه که یا غیب نمیفهمه و تو تصدیق غیب از او را کرده رایستی. از کجا میفهمه؟ ما خود تعالی را سری ملت مظلوم دل بسوزانه. شما باور به الله بکنی در یک شاخ زندگی، نه در یک شاخ زندگی در کفر واقع شده، در شرک واقع شده، در بدر خاک بسر است. اعمال از یا قابل چی اعتبار شده نمیتونه. دیگه از او خاطر عوام بیچاره را باید بدانانیم که این بیچاره نمیفهمه. امیالی در راهها و در سرکا اینمی مردم نشسته است، غرفگک جور کرده. غرفگک هم خیلی از پیپ بیچاره این قدر چیز و مال و دارایی نداره، خودش ضعیف است که حتی یک دکان گرفته نمیتونه. پیپای روغن جمع کرده برای خود غرفه جور کرده، او تو جناب میری از او بخت خدا و از او کامیابی و سعادت خدا میخوایی. از این که در کفر بزرگ دیگه کدام است؟ تو مؤمن عقیده با کی داری؟ سرنوشت زندگی تا کی نوشته کرده در ازل تا روزی که تو در مرگ میری الله مکمل نوشته کرده، چرا اونجا میری؟ از او خاطر قرآن کریم در اینجا معرفی میکنه که سحر کفر است، آخرش انجامش کفر است. و سلیمان علیه السلام پیغمبر بود و ساحر نیست، او کفر نکرده. چرا؟ سحر کفر است. الله تبارک و تعالی بدی یهود بیان میکنه. یهود یک طرف کتاب الله موجود بود که سبب کامیابیشان بود، سبب سعادتشان بود، طرز و طریق زندگی و عبادت خدا میدانستند، لیکن او را گذاشتن
نعوذ بالله در پشت سری سحر شدن. فقط تمام روز سحر یاد کو و پشت سحر بگرد. اینمی نفاق و نزاع پیدا شده بود. زن و شوهر با هم جدا کرده بودن. اینی حالات خیلی سخت بود، چرا که نفاق در جامعه پیدا شده بود، بدبینی پیدا شده بود، بی اعتمادی پیدا شده بود. شما باور به الله تبارک و تعالی بکنی، این ملت اینقدر کور است، اینقدر بیچاره نمیفهمه مسائل که پرسان نکنه. یک منطقه یک خود عالم میگه، من خود عالم برش نمیگم، چرا که کل عمرش در سحر و در جادو تیر شده بود. خطیب مسجد بود، خطیب. شما باور به الله بکنی و خود مردم که قسم برشان میدادی نکای خود 4 ماه پیش بسته میکرد پنهان از دست امی مولای خود که خطیبشان هم بود، خطیب هم بود، لیکن یا از دست امی خطیب 4 ماه پیش نکای را بسته میکرد به خاطری که سر ما نعوذ بالله ما را بسته نکنه، خب گوشتا نبگیره. ولی بازم امی مولا خطیب مردم بود. از این طور مسلمان چی توقع داری؟ خودش ضرر از این را میدانه و بازم عقیده بکنی که امامت باشه، امام نمازت باشه، بزرگترین عبادت تا پشت سری از او باید بخوانی. این بسیار سخت گپ است. و امی آدم در یک موقع چی گفته بود؟ قطمه جرو بحث داشت. ما در مورد مدرسه برش گفته بودم که باید مدرسه آباد شوه، مردم دین بفهمه. بازی قطمه مخالفت میکرد، میگه نمیچله. باز ما گفتم نه، اموری که اتفاق داریم کلی ما و نمو امور باید ما و شما چی کنیم؟ سرش اتفاق بکنیم. ما اختلافی رم نه، دایی شما اتفاق داره یا نداره که کسی که خیرات میکنه، صدقات میکنه، کتابی مدرسه را بخره خیلی ثواب داره یا در مردم نان بده. یک مولا نبود که بگویه که نه در مردم نان بده، میگه کتاب مدرسه را من گفتم شما در مساجدتان فقط امی قدر بگویه که خیرات در مدرسه خیلی زیاد ثواب داره. امی آدم بعد از جرو بحث ما که سرش چند موضوع دیگر را گفتیم، مولوی صاحبا خیلی زیاد بودن، گپ در سر ازی شد که فیصله سری کدام کتاب میکنیم. ما برش گفتم مولوی صاحب امو معتمدترین کتاب در مذهب احناف فتاوای شامی است، سری ازی فیصله کنیم چطور است؟ میگن نه 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 سری ازی فیصله نمیکنیم. یک مولوی صاحب از اون طرف سوال کرد که سوال کنی که مقلد است یا نیست، امیر قبول داره یا نه کتاب. برای ما چی میگه؟ یک کتاب به نام ایقاظ الحواس یاد میکنه، یک مولا نوشته کرده مزخرفات دایش گنجانیده. باز ما بسیار خنده کردم، یک رساله است. باز ما برش گفتم که مولوی سی بطوری که رساله را خب ما زیاد نوشته کرده میتونیم، باز دیگه در هر رساله فیصله بکنیم. خب امی عالم رفته بود به مردم چی میگه؟ و مردم قدری مرا بکنه، بسیار تعظیم مرا بکنه. چرا؟ مردم ایران مانده که چرا چی کمالاتی انجام داده، چی فداکاری و یک امری چی را خیلی مهم انجام داده. گفت مولوی متوکل آمده بود دینی تا دریا داده بود. خب ما پس گرفتم شد. فقط دیگه یک عالم در مقابلش نخست، ما خستیم مرا بسیار قدر بکنی که شما را نه خیرات میمان نه دعا را. گفت ایره کلی شرط میکرد. ما گفتم اوامی مردم پشتی و نمو عالم تمام عمر چی میکرد؟ نماز میخواند. خودشان اعتراف میکرد. در یک موقع در یک مجلس مرا نمیشناختن امو مردم که مقتدی از او بود، در بین خود قصه میکرد. یکی دیگه خدا گفت که چیسته؟ نکار بسته کردی؟ گفت بسته کردم. گفت خب والا خب خیر کامیاب شدی دیگه، خدا نجات دادی. گفت والا ایدی قدر هوشیار است، هر روز جستجو میکنه که چی وقت توی میکنی و چی وقت نمیکنی. من خدا ناگار پرتافتم. من گفتم از کجاستی وطندار؟ بازو قریه خدا نام گرفت. من گفتم چرا اینطور است؟ کی میکنه این کارا را؟ باز گفت چیسته فلانی اینطور یک عالم ما داریم. من خب میشناختم بوده اینطور. من گفتم خود دیگه چیسته شما چرا همون عالم خب باز امامی تا نام هسته؟ میگه مردم از ترس سوره امام گرفته، از ترس ازی که اگر ایره هر کدام ما یک نفر اگر بگویه که ایره امام نمیگیریم امور باز جادو میکنه. من گفتم چی طور جادو میکنه؟ میگه میکوششه. من گفتم نه کشته نمیتونه، سعی و فکرتان باشه. قرآن کریم طور میگه و ما هم بضارین من احد الا باذن الله. مرگوی زندگی در اختیار الله است، تا که الله در این سحر تاثیر نپرته
تاثیر کردن نمیتونه. مثل که اسباب دیگه برای خود تاثیر داره، تاثیرش الله انداخته. آتش سوزاندن میکنه، خو الله سوزاندن انداخته. اگر الله سوزاندن بگیره آتش سوختاندن نمیتونه. مثل ابراهیم خلیل الله دا آتش انداخته شد لیکن نسوختان. یا زهر آدم میکشه لیکن الله اگر تاثیرش بگیره آدم کشته نمیتونه. خالد ابن ولید رضی الله عنه وقتی که از یک یهودی سوال کرد گفتی بوتل چیست؟ گفت زهر است. گفت چی میکنه؟ گفت آدم میکشه. عقیده یهودی بود که زهر حتما آدم میکشه. اصل اختیاری مرگ یا اثری مرگ به الله نسبت نمیکرد. خالد ابن ولید برای از اینکه عقیده یهود رد بکنه و ثابت بکنه که اسباب در دنیا کلش تاثیراتش در زیر اراده و فرمان کیست؟ الله تبارک و تعالی است. بسم الله الرحمن الرحیم سرپوشش آواز کرد او کل بوتل همین قسم شب کرد. بعد از ایران مانده بود یهودی که چرا نمیمونه خالد ابن ولید؟ چرا که الله اثرش دور کرد. سحر اثر است، این اثرش در اختیار و اراده کیست؟ الله تبارک و تعالی است. این موضوعات بسیار مهم موضوع است که در زندگی ما و شما دوچار ازش شدیم. البته فکرتان باشه سحر و ساحری سری کدام مردم کارگر است، ایرم باید بدانه. سری او مردمی که در خانش تلاوت قرآن نمیشه، سری او مردمی که از کاری که از پیغمبر منقول است بعد از نماز صبحی و شام او را نمیخوانه، پابندی وظایفی که پیغمبر بر ما داده پابندی از او را نمیکنه، دو خانه بازی گپا خیلی زیاد جا میگیره. خصوصا قطعی مردمی که خودت رفتی او هم پرست شدی، تاویز گرفتن که شروع کردی باز راه نداری. اما یک دفعه که تاویز گرفتی باز تو میبینی اگر در کل عمر تو خود خلاص تا نیستی، میگم بیشک باز راه را پیدا میکنه. نکنی طور کارا را. کتاب الله را در خانه تان بخوانی، همین سوره بقره را. شیطانای پالوان نمیتونه در این خانه دیگه زندگی بکنه و مقابله بکنه. دیگه پابندی مکمل از کاری که از پیغمبر علیه السلام ثابت است. کتابای اذکار خبرتان چیست؟ حال ارزان است ماشاءالله 20 افغانی میده. خب 20 افغانی در مقابلش یک ذخیره بزرگ دعا و اذکار پیغمبر میخره که یقینا ثابت است و نتیجه خیلی مثبت داره اگر ما و شما پابندیش بکنیم. باز زورشان نمیرسه. دیگه تشریحات سحر نمیکنیم، اقسامش و گپایش. حکم ساحری است که حکومت باید او را قتل بکنه، ولی با تاسف امروز حکومت توجه خود در این مسائل برای پاکسازی امی وطن که عقاید مزخرف از بین بره، فقط نعوذ بالله کلمه یا شعار دموکراسی دست و پای حکومت بسته کرده. حالی هیچ چیز نمیتونه. نه برای اگر هر کس هر عملی را انجام میده به نام دموکراسی برای هر کس اجازه است. اگر کسی تبلیغ نصرانیت میکنه یا یهودیت یا هندویسم، هیچ کس برای کسی چیزی نمیگه. افسوس است حالان که حکومت اسلامی مسئول اینمی امور است. حتی کلماتی که یک عالم در منبر میگه باید تحلیل شود که این کلمه چطور است. ملاهای شما داریم، یک عالم کسی برای ما کلیپایش آورده، شما باور به الله بکنه مواردی که تقریر میکنه چیزی میگه که به ضد اسلام است، لیکن یک مجموعه بزرگ از جوانا برش نشسته گریان هم میکنه. بسیار تعجب آدم میاد. یقینا اگر ما علما مسئولیت خود ادا نکنیم به نزد الله تبارک و تعالی سخت مسئولیت داریم. ما بسیار خدا چی گرفتم که تو سیکو امی قدر جوانا امی قدر نسل به این آدم نشسته و امی مفکوره را امی جوانا میگیره. او با الله قسم مفکوری ضد اسلام است، اسلام نیست. خب تو عالم قرار نشسته استی و این قدر فعالیت داره و این قدر برنامه ها داره، در جای میره تقریر میکنه، شهرت پیدا کرده، سیدیش فروخته میشه، مراکزی پخش و نشر تقریرایش هست، او تو عالم قرار خوابای تا بزن، نه ترجمه داشته باش نه حدیث. ما یقین دارم اگر علمای ما ادای مسئولیت بکنه، واقعا خدمت بکنه، قرآن شروع بکنه، یقین به الله بکنه، ادناترین یک طفل که یک روز در ترجمه بشینه اما سخنای عالم رد میکنه، میفهمه که اینی سخنای اسلام نیست. این شماست چند روز در ترجمه آمده. انشالله عالی این تجربه کنی قطعی خود در نماز جمعه که بری از سخنای عالمتان میدانی که همین سخن یقینا واقعیت داره یا نداره. براتان خود به خود معلوم میشه که گپی خیالی میزنه یا گپی که سند داره میزنه. این برای شما بالکل واضح میشه. از او خاطر الله تبارک و تعالی از یهود چیستا خباستش بیان میکنه. کتاب الله را گذاشته و تابعداری نعوذ بالله سحر و سحر بازی کرد. اگر ما قرآن الله را بگذاریم، اهتمام برش نکنیم در درس و تعلیمش، همین قسم
تطبیق عملی قرآن کریم در زندگی خود سری خود عملی نکنیم، یقینا ما کتاب الله را گذاشتیم. آلی خوب کل دیگر را خوب بگذار، تنها یک تلویزیون که ما را غافل از کتاب الله ساخته، اینمی قدر برای ما خیلی کفایت میکنه از روی گمراهی، نعوذ بالله. چرا که مردم در بدر خاک بسر از دست تلویزیونا شده، به خاطر که وا برنامه های خیلی غلط نشر میکنه. البته بعضی برنامه های خوب هم داره و اکثریت برنامه ها گمراه کن است، به خاطر که بسیار نعوذ بالله سبب بدبختی در جامعه اسلامی میشه. پس اینجا الله تبارک و تعالی ما را هم باز مذمت ما را بیان میکنه، ما هم به اینمی سرنوشت مبتلا میشیم. خو یک دفعه که آیات ها را بخوانیم، بعد از او خود ما می آیات ها را مصداقش جستجو کنیم، تلاش کنیم که در کجا پیدا میشه همین مصداق، همین واقعیت در کجا است. خود به خود درک میکنی که امروز همین واقعیت در جامعه ماست، در جای دیگه نیست. و اتبعوا تابعداری کردن همین یهود ما از آن چیزی که تتلو شیاطینو که تلاوت میکردن شیطانا. مراد از تلاوت اینجا شهرت میدادن شیطانا، شهرت از او را میکردن که عبارت از همین سحر و ساحری بود. علی ملک سلیمان، در زمانه پادشاهی سلیمان، از آن چیزی که در زمانه پادشاهی سلیمان کدام سحر و ساحری شهرت پیدا کرده بود و پشت اونمو کار رفتن، در حالی که سلیمان علیه السلام به خاطر که اینمی سحر دیگه از بین بره، کل کتابا را جمع کرد، ساحرا را بندی کرد و کتابا را در زیر تخت خود گور کرد، به خاطر که کسی در دسترسی نداشته باشه. خود زمانی که سلیمان علیه السلام وفات کرد، جنیات آمد نشاندهی کرد، مردم کتابا را کشید و به مردم شهرت دادن که نعوذ بالله نعوذ بالله این کارا را کی میکرد؟ سلیمان علیه السلام. و پادشاهی سلیمان هم استوار به چی بوده؟ بگه بینمی سحر ساحری بوده. او را چی میکنه؟ امروز یک مدا کی میآید، مدایی که جندار در خود کشال کرده، یک دانه برنجی چی داره؟ پنجه داره، پنجه. باز براتون چی میگه؟ میگه پنجه علی است. عجیب گپ است. این قدر تو را نعوذ بالله نادان فکر کرده که پنجه علی از برنج بود، یعنی که دست بود گوشت بود، او تعالی رو باقی مانده، کی را قطع کرده. اگر این پنجه علی باشه، یکی از دوستای ما الله برش اجر بده، گفت پیش ما آمد گفت پنجه علی است. گفت ما کم گرفتم شه که نر برم راست بگو که پنجه علی است یا نه؟ گفت ها پنجه علی است. ما گفتم مالی تو را که نمانم تو دستی علی را دیون قطع میکنی، ما تو را میمانم. یک بوکس کی زدن گفت بد کردم، دروغ میگم، چیخ میزد که دروغ میگم. خود تو پنجه علی را دستی علی را دیون قطع میکنی. مردم چقدر نادان است. ببینه در اونجا باز چیسته، باز یک دانه تیار ورقی چاپ کردگی داره به نام نقش سلیمانی. به نام چی هسته بگه؟ امیالی قدر فروخته میشه که پرسان نکو. او در اونجا ندا به شرک است، یا علی یا فاطمه یا حسین. دیگه گپاره 4 قل نوشته است، قل اعوذ برب، قل یا ایها الکافرون. دیگه قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. آیت الکرسی نوشته است یا نیست؟ خب لیکن در سرش در شنگاش کلمات شرکی وجود داره. ایره به مردم معرفی میکنه نقش سلیمانی. شما خبر داری این چی مفهوم ارائه میکنه؟ یعنی سلیمان علیه السلام اینی جادوگری را میکرد، یهود هم اونجا نسبت جادوگری را به سلیمان میکرد. اینمی که خود مدا و ایشان و سید معرفی میکنه، نعوذ بالله همین نسبت غلط و دروغه که قرآن سلیمان نفی میکنه، این آدمی بدبخت به کی منسوب میسازه؟ به سلیمان علیه السلام. ببینه باز همون پوشکارم تهار که 2 روپه 1 روپه قیمت داره، چند روپه؟ خودی ورق 50 روپه، پوشش هم 20 روپه سرت میفروشه، 70 روپه را کمایی میکنه. این غریبی با محض یک کاغذک 2 روپه چاپ کرده بری تو ده 50 روپه میفروشه. عجیب نیست؟ مردم چی عقیده داره؟ مردم میگه ما الله پرست هستیم. یک کسی که عقیده داشته باشه که ورق مرا نگاه میکنه، این مشرک است یا موحد است؟ این مشرک است. این واضح گپ است. چرا علمای ما بیان نمیکنه؟ مردم ما تباه و برباد شده. صحیح کنی؟ اون وقت الله یهود بد میگه به خاطر که نسبت سحر به سلیمان علیه السلام میکنه. امروز که مسلمانی تو میآیه و همین نسبت به سلیمان علیه السلام میکنه. این تهمت نیست جانی سلیمان علیه السلام؟ تهمتی که قرآن رد کرده. قرآن چی میگه؟ و ما کفر سلیمان، کفر نورزیده سلیمان، مانایش سحر نکده سلیمان، چرا که سحر کفر است. سحر کفر است و کفر پیغمبر نمیکنه، چرا که هر پیغمبر از گناه چیست؟
معصوم است. ولکن الشیاطین، لیکن شیطانا کفرو، اینجا کفر معنی چیست؟ سحرو، سحر کردن. چرا که نعوذ بالله استعمال سحر کردن، تدوین سحر کردن. یعلمون الناس السحر، تعلیم میدادن مردمم سحر به خاطر گمراهی مردم. و ما انزل علی الملکین، اینجا چند ترجمه میکنم، دو سه ترجمه، ارسش انشالله بجای است. ما نافی است. و ما انزل علی الملکین، نازل نشده بالای دو ملک، به بابل، مراد از ملک دو شخصی، به بابل در مقام بابل، هاروت و ماروت که هم دو شخص چی بودن؟ هاروت و ماروت بود. سری از وا سحر نازل نشده. یهود میگفتن سحر خوب کار است. چرا؟ به خاطر که یه عمل ملائک است. الله رد کرد که عمل ملائک نیست. و ما انزل علی الملکین، نازل نشده بالای دو ملک در بابل که مردم نامش هاروت و ماروت میگیرد. دروغ است، نیست. ای یک ترجمه است. پس شبهه را رد کرد. یهود میگفتن سحر سلیمان علیه السلام کرده. الله رد کرد نه، سلیمان علیه السلام پیغمبر است، سحر کفر است و پیغمبر کفر نمیکنه. دوم شبه شانی بود که سحر ای پیغمبر چرا بد میگه محمد رسول الله؟ سحر خو از آسمان نازل شده، ملکی کار کرده. الله گفت که نه، و ما انزل علی الملکین، نازل نشده بالای دو ملک به بابل در شهر بابل، هاروت و ماروت که هاروت و ماروت است، هیچ نامده، هیچ نازل نشده. چرا دروغ میگی؟ این کل کار شیطان ها بود. از او خاطر بعد از او میگه و ما یعلمان من احد، تعلیم نمیدادن امی اشخاصی که سحر یکی به دیگه میگفتن، حتی یقولا، تا یکی میگفتن انما نحن فتنتون، ما خو آزموده شده هستیم، گپای ما را خو شما مکمل تجربه کرده، فلا تکفر، ناسپاسی نکنی. گپای ما را خو یک دفعه تجربه کرده، آلی نگوی که کار نمیکنه، این گپا را نگوی. دوم ترجمه، مراد از این دو شخص است. ما مسلمایی که ما تتلو شیاطین است، اینطور مانا میشه. در اینجا خو ما نافیه بود، آلی چطور میشه؟ و تبعو، تابیداری کردن، ما تتلو شیاطین، از آن چیزی که شیطانا تلاوت میکردن. یک، و ما انزل، تابیداری کردن از آن چیزی که نازل شده بود علی الملکین، به دو شخصی که اینطور در ظاهر صلاح داشت، در ظاهر مردمای نیک پنداشته میشد، به مثل ملکواره. به بابل که در شهر بابل بود، هاروت و ماروت بود، نامش هاروت و ماروت بود. این مردمای یهود تابیداری که شیطانات تلاوت میکرد، شهرت میداد، او را تابیداری کردن. و یا دو شخصی که خود ملک صفت جور کرده بودن برای فریب مردم، از دونمو تعلیمات از وا تابیداری کردن. در این صورت معلوم شد که در شهر بابل دو شخص بوده، هاروت و ماروت. خو لیکن از یا تعبیر به ملک چرا میکردن؟ در ظاهر یا این قدر خب پیر خدا جور کرده بود که پرسان نکو، چپنای دراز که تو میرفتی باز دیستی نیت بسته میکرد. 10 دقیقه نمازی از این خلاص نمیشد، باز خیلی با بسیاری طور خدا نرم و ملایم میپرتاف که تو میگفتی این عابد. سعی کنی همیشه که دین ضربه خورده، از کجا ضربه خورده؟ دین بر روی ضربه نخورده، نه در زمان پیغمبر نه در این زمان. هر دشمنی که در مقابل دین قیام کرده، مسلمان ها در مقابلش قیام کرده و او را از بین برده. اما دین که ضربه خورده در لباس اسلام، در زیر لباس اسلام، از طریق اسلام ضربه خورده. این بسیار مهم گپ است. مردم ما را میگه و مولوی صاحب تو یهود نصارا را هیچ چیز نمیگی. ما چرا نمیگم؟ یهود نصارا را میکوبم. چرا قرآن میکوبشه، قرآن رد میکنه. خو لیکن او کسایی که دین زیاد ضربه زده، اونو مردم بسیار خطرناک است. او کدام مردم است؟ لباس خود اسلام جور کرده لیکن حقیقت عمل کفر انجام میده. از او خاطر این مردم خیلی خطرناک است. این دو شخص خودشان بودن ساحر، خو لباسی که را یک قدر در ظاهر خود نیک معرفی کرده بودن که مردم حتی وارا چی میگفتن؟ مردم میگفت آلیان ما و شما اصطلاح ماسته، فلانی بچه چی طور است؟ فرشته است. فرشته بلکل فرشته خو نیست، خو انسان است. خو عملش میگه ظاهرشی طور است مثل فرشته واره، یا ظاهر خود اینمی رقم مثل فرشته واره جور کرده بودن. و چرا اینطور جور کرده بودن؟ به خاطر که اعتمادشان در بین مردم پیدا شد. وقتی که اعتمادشان پیدا شد، آلی هر نوع نعوذ بالله زهر پاشی کده میتونه.
هر نوع گپای از یار مردم میپذیره. اول اعتماد خدا قوی کرده بالای این گپ. این مردم اینمی 2 نفرم در بابل امیر رقم کرده بودن. در ظاهر خب مردم اینک، اما در حقیقت یک دم ساحرا بود، مردم تباه کرده بود. یادتان باشه، شما راست بگوی، بعضی که به نام تصوف و به نام تزکیه، به نام زهد، بی‌رغبتی از دنیا برای خود خانه ها جور کرده یا نه؟ نامش هم خانقاه یا حلقه ذکر مختلف ناما مانده. یادتان باشه برادرها، ما قطع حلقه ذکر قطعا دشمنی نداریم، ما قطع زهد دشمنی نداریم، ما با تزکیه دشمنی نداریم. کدام کلمات، کدام مفهوم، کدام حقیقتی که در زمان پیغمبر علیه السلام در قرآن و در حدیث با کدام عنوانی که طرز عمل وجود داشت، امروز هم همون طرز عمل ما تقویت میدیم، ما مدح میکنیم، ما تایید میکنیم. اما به نام تزکیه، به نام زهد، به نام پیری و مریدی، آلی دکانداری ها شروع شده، مردم تباه و برباد کرده. نعوذ بالله، الله پرستی از بین رفته، شخص پرستی شروع شده. حلال و حرام الله از بین رفته، حلال و حرام مردم چی شده؟ شما همه پیر خوب در ذهنتان بیاره که در کابل وجود داشت، 6 روز به خاطر تولدش روزه گرفته میشه یا نه؟ روزه عبادت الله است کی روا میسازه؟ بگوی شما، الله روا میسازه. لیکن پیر برای تولد خود سری مریدای خود 6 روز روزه را فرض کرده و به نام پیر گرفته میشه. یک. دوم، دختر کمرش بسته میکنه، الله میگه نکاح کنه، او دختر بیچاره جوان امیر رقم پیر میشه، آلی نکاح نمیتونه. حلال و حرام در اختیار کیست؟ لیکن آلی این پیر صاحبونه یک چیزی حلال حرام جور میکنه. 2. سوم، ایره خود چی میکنه؟ طعام در سر دسترخوان مانده شده، چنده شده، اوی دستم پرتافته شده، کلگی که حال شروع کنه طعام بخورن. یک دفعه گفته میشه، میگه فرمان داده نشد. این در زمانی گفته شده بود که در افغانستان موبایل نبود. در افغانستان چی نبود؟ موبایل نبود. خودش در کابل در منطقه ما دسترخوان طعامش خورده نشده. چرا؟ میگه فرمان داده نشد. از کابل این جناب پیر به مرید خود فرمان نداده که طعام بخوره. این کفر است یا دین؟ کفر است. چطور از این رای دور فرمان داده شود و چطور چیزی که تیار باشه برای خوردن کسی او را حرام ساخته بتانه؟ کسی حرام ساخته میتونه؟ قطعا نمیتونه. هر کس که حلال الله را حرام بسازه کافر است.